مؤسسه دولتی لیتسه شهری پنجاکند بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری آموزگار جوان و با استعداد و فعال مؤسسه شهنازه کمیلووا با خوانندگان صنف 6 چاره‌بینی جالب و رنگین معرفتی و فرهنگی دایر گردید. بمیسل شمچراغی ای راهنمای ملت، راهجوی بخت خلقی ای راهگشای ملت، داستان صلح و وحدت با خون دل نوشته، از خشت جسم و جانت کردی بنای ملت. استادان و خوانندگان عزیز، در ردیف جشن‌های ملی، سنه‌های تاریخی کشور عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال، جشن روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همساله سنه 16 نوامبر تجلیل کرده می شود. جشنگیری این روز مقدس گواه ارجگذاری و احترام و صمیمیت خلق تاجیک به پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. واقعا هم وکیلان اجلاسیه 16 تقدیرساز شورای عالی و خلق تاجیک در انتخاب خود خطا نکردند. 32 سال صاحب استقلالی ثابت نمود که پرزیدنت ما پرزیدنت مردمی اند. برای تاجیکان صلح آوردند، یگانگی مرز و بوم را حفظ نمودند، یکپارچگی تاجیکستان را تأمین نمودند، کشور را از بنبست کمونیکاسیونی برآوردند، امنیت انرژتیکی و آذوقه‌واری به دست آورده شد، ارزش‌های ملی و تاریخی احیا گردید، تاجیکستان را جهان شناخت. بخشیده به این روز مقدس چاره‌بینی ادانه فرهنگی خوانندگان صنف 6 را منظور خاطر شما می‌گردانیم. سلام ای ملت آوازه‌دارم، سلام ای مردم با ننگ و آرم، سلام ای زادگان نسل سامان، سلام فرزانگان این دیارم. مهمانان عزیز، آموزگاران گرامی، حاضرین ارجمند، در سراسر کشورمان
روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تنتنه جشن گرفته می شود. ای سرور و سربان ما، پیشوای ما، پیشوای ما، اسماعیل سامان ما، پیشوای ما، پیشوای ما، چون جان فدای و جان سپر تو سینته کردی از دیگر، اسماعیل سامان ما، پیشوای ما، پیشوای ما. جسم و جان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را از جوهر وحدت ساختند. آن کس بی‌شبهه منادید صلح و دوستی و وحدت و همدلی می باشند. زهی ای پیشوای ملت من، امان باشی برای ملت من. زهی فرخنده مهدی که به دنیا رسانیدی صدای ملت من. روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارک. نونت حلال بادا ای پیشوای ملت، زاندم که سروری توست ملت ندید علت. خوابی شبت پراندی، خدمت به خلق کردی، پی برد هر یک انسان بس به نظیر مردی. از جنگ دور گشتیم با عزم و با تلاشت، شب را شکست دادی با عقل نور پاشت. چون توست چهره خندان امروز تاجیکستان، ما فخر با تو داریم پیگیر آل سامان. سلام ای پیشوا مردی خداداد، بکردی از سر نو کشور آباد. همه احسن همه خوانیم تحسین، به آن فرزانه مادر که تو را زاد. پی حفظ وطن از خواب ماندی، گه از دیده جای اشک راندی. بسد عزم و تلاش و زحمت و بیش، وطن را بر ره وحدت رساندی. خدا خندید برایت امان باش، سرافراز آدمی روی جهان باش. مگو زینهار روز پیر گشتم، همیشه پیشوای تاجیکان باش. بله اسماعیل سامان تو هستی، شکوه بخت نورافشان تو هستی. مبارک جشن استقلال و وحدت، به قلب تاجیکستان جان تو هستی. حیات و فعالیت. امام علی رحمان 5 اکتبر سال 1952 در ناحیه دنقره جمهوری تاجیکستان تولد شده است. فعالیت مهنتیش را بعد از ختم آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 40 شهر کانیبادام حالا سربند به حیث استاد برق در کارخانه روغنبراری شهر قربان‌تپه شروع نموده است. سال 1971 و 74 در فلوت اقیانوس آرام در خدمت حربی بود. بعد از خدمت حربی به زادگاه خود برگشته در سابخازی با نام لنین ناحیه دنقره کار کرده است. سال 1982 فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 1976 1987 در وظیفه‌های کاتبی ریاست رئیس کمیته اتفاقهای کسبی سابخازی به نام لنین ناحیه دنقره بود. سپس در مقامات حزبی فعالیت داشت. عائله‌دار و پدر 9 فرزند است. سال 1990 وکیل مردمی در شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت 12 انتخاب گردید. تیر سال 1992 رئیس کمیته اجرایی نمایندگان خلقی ولایتی کلاب انتخاب گردید. 19 نوامبر سال 1990 در اجلاسی 16 شورای عالی به وظیفه رئیس شورای عالی انتخاب می‌گردد. 6 نوامبر سال 1994 امام علی رحمان برای آوازدهی عمومی خلقی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. قرائت شعر در اجرای خوانندگان.
جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد چو از هر جانب سوی وطن بادی خزان آمد بهارم را سپر کردم که امین از خزان باشد من از این سرزمین تیر و کمان دور بنمودم که دایم در سرایش پرجلال و تیر و کمان باشد قسم با شیر مادر خوردم در نزد خلق خویش که بخت او را ایورش همچو شیر مادران باشد وطن از نام تو آغاز گیرد تو تنها تاجیکستان آفریدی به دستان خدا و جان فدایی تو خط سرنوشتش را کشیدی ببین تاریخ صد عصره گواه است برای تاجیکستان پیشوایی اگر از دید انسانی بگیریم به کل اهل انسان پیشوایی تمامی شهروندان را به حرفت غیور و آگه و بیدار کردی روا دیدی تو را با آب دیدم وطن را پرزیاب انبار کردی چراغ روشن این سرزمین به رسم سرود خط میلاد به این ملت تو را اصلا خدا داد خدا داد بهای سیاستمداران شناخته به پرزیدنت ما پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیرویچ پوتین شما در بین همجوران و در خارج کشور خود با آبرو و نفوذ شایسته سزاوار گردیده اید. زیر راهبری شما تاجیکستان در ساحه اقتصادی و سیاسی و دستاوردهای زیاد نائل گردیده است. با سعی و تلاش‌های شما از جهت تحکیم بخشیدن با مناسبت استراتژی بین کشورهایمان و اینچنین سعی شما با صلح و ثبات آسیای مرکزی بهای بلند بدهید. قاسم جمارت توکایف پرزیدنت جمهوری قزاقستان خدمت صادقانه شما به وطن سیاست دوربینانه و سازنده در مقصد سرور دولت برحق باعث احترام صدقی مردم نسبت به شما همچنین از جانب جامعه جهانی اعتراف شدن مقام شما به حیث پیشوای ملی گردید. اطمینان دارم که تطبیق با موفقیت تشبس‌ها و اصلاحات‌های مهم شما من بعد نیز کفالت رشد و استواری تاجیکستان و تامین نیکوحوالی اهالی و باز هم بالا رفتن شأن و اعتبار کشور در عرصه جهانی باقی خواهند ماند. شوکت میرزیویف پرزیدنت جمهوری ازبکستان ما شما را همچون خادم نمایان دولتی و سیاسی زمانمان فرزند صاحب احترام وطندوست و پیشوای اصیل مردمی و برادر تاجیک میشناسیم و به اندازه احترام میکنیم. قرائت شعر در وصف پیشوا بوی مادر میدهد این سرزمین منظرش مانند گلشن نازنین تاجیکستان این وطن مادر بود بر همه از موجودالش آفرین پیشوایش مرشد آزادی است راهنما و راهساز و دلقدین در تشبس منبری عالم گرفت پیشوای ملک آبی در زمین هستی او دولتی حلاقی است دولتی سوی رفاق و ازمودی تا زیارتگاه کعبه پیشتر کعبه دل کرد زیارت آفرین او به امروز و همیشه صلح خواست قدرت اللهی را بین ای مبین زهی ای پیشوای ملت من امان باشی برای ملت من زهی فرخنده مردی که به دنیا رسانیده صدای ملت من در این عالم نمیابم کسی را چو در دشنای ای ملت من همه رنج وطن را برگرفتی الا ای رنج آزمای ملت من بیمان 100 سال و 100 قرن و همیشه بیمان ای پیشوای ملت من مکافات ها و اثرهای پیشوا خدمت‌های امامی رحمان هم در داخل کشور و هم بیرون از آن اعتراف گردیده برای سهم بی‌بها در گسترش جامعه عموم بشری به گرفتن ستاره طلایی آلبرت فیستر با عنوان فخری اکادمی پروفسور عموم جهانی طب و دیگر علم‌های گومنتاری سزاوار دانسته شده. او در جهان اولین سیاستمدار است که این مکافات عالی را صاحب گردیده است. سال 2005 باز یک جایزه عالی مدل طلایی برای
تحکیم سو و بین خلق‌های فدراسیون بین‌المللی سو و رضایت نصیب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 11 دکبر سال 1999 قهرمان تاجیکستان، اردن دوستی درجه اول قزاقستان، 4 اکتبر سال 2002 اردن قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود، افغانستان 28 اپریل سال 2005 اردن کنیاز یاروسلاو حکیم درجه اول اوکراین، 5 دکبر سال 2002 اردن 3 ستاره لاتویا ریولی سال 2009 اردن برای خدمت درجه اول اوکراین، 15 دکبر سال 2011. مدال طلایی جشنی به نام ابوعلی ابن سینا یونسکو 5 اکتبر سال 2002 نشان فخری اتحاد دولت‌های مستقل سال 2007 مدال طلایی پارلمان جمهوری مصر عرب 16 ایون سال 2007 ستاره یاقوتی ملت‌ورد 25 ایون سال 2007. باید گفت که ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت با گذشت ایام تقویت خواهند یافت. تا امروز 9 اثر پیشوای ملت روی چاپ را دیده‌اند که اکثریت آنها اثرهای سلسله‌ای میباشند. تاجیکان در آینه تاریخ نگاه به تمدن و تاریخ آریان، محیط زندگی و عالم اندیشان، امام اعظم، روزگار، آثار و افکار مولانا به تمدن انسانی 20 قدم سازنده، زبان ملت، هسته ملت، چهره ماندگار، افق استقلال. اثرهای پیشوای ملت انعکاسگر تاریخی گذشته و امروز، دستاوردهای زمان استقلال بوده. مطابقه آنها برای بلند برداشتن حس وطندوستی و خودشناسی و تحکیم و وحدت و خانگی ملی تاجیک اهمیت خاص دارد. دستاوردهای دوران استقلال استقلالیت نعمتی والاترین و گوهری نایاب برای هر یک انسانی وطندار است. شکرگزاری از تقدیر می نماییم که چنین ملت پاکسرشت و فروتن غیور و دریادل تاجیک 9 سپتامبر سال 1991 به استقلالیت نصیب خود گشت. ملت سربلند تاجیک با روح‌بلندی بزرگ از این تاریخ بی‌بهای خلق شکرگزاری کرده برای پایداری پایه‌های دولتداری نوین کمر همت است. اجلاسیه 16 شورای عالی در زمانی برگزار گردید که کشور تازه استقلال ما آغوشی خون و خواب به سر و سامانی و درگیری‌های سیاسی بود. محض در همه اجلاسیه تقدیرسازی ملت، وکیلان مردمی با باوری یکدیگر امام علی رحمان را به وظیفه رئیس شورای عالی انتخاب کردند. با تشبث پیشوای ملت 29 اکتبر سال 2009 در کنفرانس جمهوریوی بخشیده به 15مین قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان اقدام عالی پیشنهاد گردید که مطابق آن همساله 24 نوامبر همچون روز پرچم ملی همچون رمز افتخار وطنداری و دولتداری جشن گرفته می شود. پرچم یکی از رمزهای اساسی و مقدسات ملی به حساب رفته حس افتخار وطنداری شهروند را بلند می‌گرداند. 6 نوامبر سال 1994 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان قبول گردید که آن اولین سند معیاری حقوق تاجیکستان صاحب استقلال بود و اساس سیاست دولتداری نوین تاجیکان گشت. با قبول کنستیتوسیا دوره نوین دولتداری حقوق بنیاد دموکراسی، دوره مستقل رشد اقتصادی و سیاسی، اجتماعی فرهنگی برآورده شد. 27 ایون سال 1997 با به تصویب رسیدن سازشنامه استقرار صلح، رضایت ملی، وحدت ملت تاجیک، یکپارچگی تاجیکستان عزیزمان اثبات گردید. صلح بین‌نظیر تاجیکان ملت را بتاب داد. تاجیکستان چون سوبیکت مستقل حقوق و در خریطه سیاسی جهان جایگاه خود را یافت. برای ارزگذاری به تاریخ نیاگان سال 2020 5500 سالگی سراسمی باستان در آغازگاه تمدن کشور تجلیل گردید. ارزگذاری به
تاریخ و فرهنگ پر افتخار، احیای آیین و عنعنه‌های نیکی اجدادی، ترغیبی و حفظ یادگاری‌های مادی و معنوی خلق تاجی با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت با شکوه جشن گرفته شد. پیشوای ملت در تعلیم و دانش آموزی و تحکیم فنهای دقیق و ریاضی دقت جدی داده سالهای 2020 2040 سالهای رشد و تحکیم فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلان نمودند که این برای رشد فنهای دقیق زمینه مساعد فراهم آورد. اعلان گردیدن آزمون‌های جمهوریوی فروغ سپی دانایی کتاب است. این فروغ معرفت تاجیکان آینه تاریخ ملت، شوق و ذوق جوانان، نوسان و کلانسالان را به مطالعه کتاب خویشتن شناسی و شعر و شعرخوانی زیاد نمود. بله، متانت و مردانگی امامعلی رحمان یک جای با خیرت ازلی مردم امکانیت داد که در اول قدم‌های خود در عرصه سیاست در دل و دیده‌های صدها هزار هموطنان خود شعله امید بخشد. نوازش
дар ҷанбасти чорабинӣ директори муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент Нодира Гадоева суханронӣ намуда аз қаҳрамониву корнамоиҳои пешвои миллат ва бунёди давлати соҳибистиқлолу обод ёдовар шуд. аз номи маъмурияти муассиса ба омӯзгори фаъолу умедбахш Шаҳноза Комилова барои баргузории чунин чорабинии рангину ҷолиби диққат арзи сипос намуд. шахсан аз номи худам, аз номи маъмурияти муассиса ба роҳбари синфи шашум Шаҳноза Комилова ва аҳли коллективи хонандагон миннатдории худро баён мекунам. ба ҳамаи мо маълум аст, ки моҳи ноябр рӯзҳои ҷашнҳои хеле сиёсӣ, рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантана қайд карда мешавад. рақами 16 барои мо хонандагон, омӯзгорон ва аҳли бошандагони вилояти Суғд хеле рақами таърихӣ ва рақами ҷашнӣ аст. маҳз дар ҳамин рӯзи 16 ноябр соли 1992 дар қасри арбоб колхози ба номи Саидхоҷа Уронхоҷаев иҷлосии 16 шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид ва он то 2 декабри соли 1992 давом ёфт. дар қатори 23 масъалаи асосии сиёсӣ масъалаи интихоби раиси шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон меистод. маҳз дар рӯзи 3 иҷлосии 16 шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳодоти аксарияти вакилони халқӣ Имомалӣ Раҳмон раиси шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид. вақте ки Имомалӣ Раҳмон аввалин суханҳои худро дар назди вакилони халқ баён намуд, ин буд, ки ман барои шумо сулҳ меоварам ва ҳамин сулҳи деринтизори тоҷикон ҳаққонӣ барои Тоҷикистон оварда шуд. ҳамаи он гурезаҳое ки ба давлатҳо, хусусан ба ҳамсоякишвари мо Афғонистон, ки дар он ҷо ҳам ҷанги шаҳрвандӣ мерафт, ба макони бештараи худ баргардонда шуданд. дар зарфи чандин соли роҳбарияти Имомалӣ Раҳмон Тоҷикистон гул кард. манавози шумо худатон хеле баён кардед, ки бастакори тамоми иншоотҳои стратегии мамлакат гардид. мамлакати мо рӯз аз рӯз гул карда истодааст. мо шукргузор аз он шавем, ки ҳамин калимаҳои пешво, истиқлолият, ваҳдат барои мо хеле муқаддас шавад. ман боварӣ комил дорам, ки ҳар яке шумо бо баҳои хубу аъло таҳсил мекунед, мутахассисони баркамол ба воя мерасед, ба халқу ватани худ содиқона хизмат мекунед.